همداران عزیز سلام علیکم. امروز 11 اپریل سال 2024 می باشد و من قرار دارم در خانه اکای عبدالله در گرمخانه اش و حاضر نوار میگیریم نمای انگورها رو سر میکنیم. از همین پیش من این انگور از قلمچه بود، ریشه نداشت. ریشه نداشت، سالی گذشته قلمچه کردید و این سال کلان شده است. الکی این بستگی منه. قلمچه سالی گذشته رو اکای عبدالله هم خیلی کرده است که میوه بسته است. خوشا رو بینید 10 تا قلمچه گرفته ما همین بنان است. آره خوشا رو بینید. نامش نوشتگی. ها بنان است. بنان است به معنای اون که مزه بنان هم دارد. این قلمچه ای که سال گذشته به ریشش ماشین دید و ریشه دار شد امسال الکی بست. سبب اساسی همین چی است؟ مهنت و کتمان. همون کتمان. سبب اساسیش مهنت است. همین کتمان است. خوش صفت نمودن زمین است. همداران عزیز هنه با این منظره شما بینید چه برکر ای گل کرده است. اکای عبدالله قندتون نزنید شما میبینیم درخت کشمش خلوین. همین درخت کشمش خلوین است. سال گذشته همین درخت کشمش خلوین رو اکای عبدالله از خانه من گرفته بودن. یک نه عیناً بوریک بود. همین قدرک بود. انم یک نیم و جوکک بود. عین بوریک بود. زپاسکا بوریم بود. در یک سال این کس چنان پرورش کردن، چنان آب و آذوقه دادن که 19 متر و 30 سانتی متر چین کرده شد و امسال هر یک نهاده اش دو خوشگی سه خوشگی بسته است. انوایش سه خوشه دارد. هر یک نهاده این دو سه خوشگی سه خوشگی دارد. خدا خواهد سه خوشه دارد. خدا خواهد ما این انگور خلوین رو با شما وقتی که پخت اومده ولی نپخته هم نشان میتیم یک ماه پس. این رو بینید یک سال انگور رو بینید که چقدر دگیده است. این ولی 19 متر 30 سانتی متر بودگی شونده بریدن ولی با این قدر موندن. آفرین به شما. اینم قلمچه بود. اینم ریشه نداشت. ریشه دار شد من بسته است. این چی است؟ این ولیکا. این انگور ولیکا. خیلی امسال ولیکاش هم با نشان میتیم به خلق چی است. اینم از من گرفتگی بودید. انا همداران عزیز مهنت اکای عبدالله رو بینید. انوای با اینجا با اکای عبدالله باز من این قلمچو انگور کنه است. اینجا چی است اکای عبدالله؟ من این قلمچو اینجا هم انگورای کشمشن اواتر هم هسته. ولیس خلوین انا استالیتی هست. شما اینو چوبوق میکنید ولی تازه میکنید؟ چوبا کردید. همداران عزیز من تابستان حالی خدا خواهد از این مهنت شما نشون میدم. انا همین قلمچه های کوری که میبینید انا همین کورو میبینید. هر یک این رو اکای عبدالله 1 متر مینیمم میکند. کمی کم 1 متر میکند. این کار دارد، چوبوق دارد، این مهنت زیاد دارد، مشقت دارد، دارو دادن دارد، آب دادن دارد، خشابه دارد، این رسخود پولی دارد، صرف پولی دارد. همه اینا رو اکای عبدالله میکنن و من به شما نشون میدم چقدر اکای عبدالله مهنت میکند. خدا خواهد امسال انگوری اواتر انچه ارزان میشود چون که بسیار میشود. اکای عبدالله رو میگیم التماس میکنیم ارزانتر فروشد امسال که بعد خلق با قلمچه اصولا منم انگور اواتر بستگی. قلمچه اصولا اواترتون بستگی. من با منظرینی که همه سال از من گرفتگی بودن در درون ستل شنوندن. اینا ببینید غرق گل است. غرق گل. اگر کدام همین سال ماه فوریه از من همین خلین 300 400 گرفته باشد همین سال پولش رو میبرورد. همین سال در یک سال این ماندارینو من خدا خواهد امسال با میبیورم حرکت میکنم با نرخ دسترس ارزان تر کنم. این ماندارین سرخ حرکت میکنم که با من 60 سومونی فروختگی بدیم روزی آوردن حرکت میکنیم که این دفعه بیاریم با ارزان فروشیم. اگر که این دفعه با ما 60 سومونی گرفتیم رفتیم ترکا الکی با ما قیمت کردن دلار قطعی. این اپلسین. اینش اپلسین. هم اپلسینو که امان گرفته ده. خدا خواهد اینجا شما شرایط مهیا کردید. آنی اواتر رو میفروشه ده؟ یک 50 دونه. این اواتراتون چند پول که؟ 50 دونه موندگی. چند پول این 50 دونه موندگی؟ آخه بردا میشونم. ستیلش قطعی میتید میبرم میشونم. خیلی شو الهیدا من یک نور کردم میپرتم. اینش لیمونشون که اینا ببینید چقدر گل کردگی امسال لیمون نکن. لیمون فراوانی میشود امسال خدا خواهد در تاجیکستان. این اکای عبدالله لیمونش الکی بستگی. اینا ببینید الکی بستگی. خیلی اکای عبدالله کار شما دیگر ده. سلامت باشید اکای عبدالله. یک جهان تشکر برای مهنت و با شما. برای تربیت نسل نوراست.